آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا انسان‌ها ریش دارند؟ منظورم این است که به جز پنهان کردن چربی زیر زنخ به نظر می‌رسد موی صورت خیلی کاربردی نداره. خب، برخی از تاریخ‌نگاران نظریه‌های جایگزین ارائه می‌دهند که دلیل غیرمنتظرهایی برای موی صورت ارائه می‌دهد. می‌دانید، در مبارزه تن به تن، انسان‌ها معمولاً صورت، به ویژه ناحیه فک را هدف قرار می‌دهند. و چون ریش دقیقاً این ناحیه را می‌پوشاند، محققان دریافتند که موی صورت 40% بیشتر انرژی ضربه را جذب می‌کند که به طور قابل توجهی شدت ضربه را کاهش می‌دهد. آنها پیشنهاد می‌کنند که اجداد ما به اندازه کافی در مبارزات تن به تن شرکت می‌کردند که به عنوان یک روش بقا، ریش خود را رشد می‌دادند. آیا تا به حال فکر کرده اید که زردی تخم مرغ چیست؟ منظورم این است که برخی افراد فکر می‌کنند زردی همون جوجه رشدن یافته است، اما خوشبختانه اینطور نیست. می‌دانید، وقتی یک تخم مرغ بارور می‌شود، جنین در حال رشد در واقع به زردی متصل است. زردی حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز جنین برای رشد است. زردی سرشار از پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است که دلیل اصلی خوشمزه بودن آن نیز همین است.